وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آغاز عملیات ضد تروریستی در ناحیه روشن ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد. بنا به خبرهای تصدیق نشده در حدود ناحیه روشن با آغاز عملیات همه نوع علاقه از جمله علاقه موبیلی و اینترنت پورا مسدود کرده شده است و گویا بین نیروهای دولتی و اعتراضگران چند زد و خورد صورت گرفته. از جمله گویا در اطراف دهه ومر 8 نفر از تیر نیروهای امنیتی جراحت برداشتند. تصدیق این خبر توسط منابع دیگر فعلا میسر نشد. در اظهاراتی که مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صبح 18 می سال 2022 توسط خبرگزاری دولتی خاور نشر کرد گفته می شود که 17 می سال 2022 اعضای گروه متشکل جنایتی با مقصد خللدار ساختن وضعیت سیاسی و جمعیتی شورای بین المللی دوشنبه قلمه را در قسمت روی ناحیه روشن به واسطه در نزد خط سرحدی دولتی غیر قانونی بستند. وزارت کارهای داخلی میگوید کردار مذکور بدقصدانه به مقابل پایه‌های ساخت کنستیتوسیونی روانه شده است و گروه‌های متشکل جنایتی به طلبات قانونی کارمندان مقامات حفظ حقوق درباره سپردن سلاح و لوازمات حربی اطاعت نکرده مقاومت مسلحانه نشان دادند و اما در رسانه‌ها و کانال‌هایی که حوادث بدخشان را پیگیری می‌کنند ایده‌های وزارت کارهای داخلی درباره گویا از خارجه پول و سلاح گرفتن و به نیروهای دولتی مقاومت مسلحانه نشان دادن اعتراضگران در روشن را رد می‌کنند و می‌گویند نیروهای امنیتی در این ناحیه از جمله در ومر بالای ازدحام مردم آسایشته تیرکش شدند. بنا به خبرها روز 17 می در مرکز روشن صدها نفر گردهمایی اعتراضی برپا کردند. رئیس ناحیه فاروق دادخدا به پیش اعتراضگران برآمد و از آنها خواست که خانه به خانه روند، ولی مردم گوش نداد و در میدان نزد پوچته ایستاد. قریبی های شام یک گروه اعتراضگران برای اساسی که از روشن به سوی خاروق میبرد برآمدند و با ساختن زنجیر زنده مانع به سمت خاروق رفتن یک کاروان حربی شدند. مقامات رسما سر و صداهای برخاسته درباره به خاروق اعزام کردن نیروها و تکنیک حربی علاوگی را تا حال تصدیق یا رد نکردند، ولی به گفته ساکنان روشن آنها دست کم 4 ماشین پر از سربازان را دیدند که میخواستند به طرف خاروق بروند. وضع در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خاروق روزهای اخیر دیگر باره حساس شد. تظاهرگران شام 14 می در محله برخاروق گرد هم آمده استعفای رهبران شهر و ولایت، آزاد کردن بدخشانی های در رابطه با اعتراض های ماه نوامبر سال 2021 دستگیر شده و به جوابگری کشیدن افراد گناهکار در قتل ساکنان بدخشان، برداشتن بلاک پست ها و قطع تعقیبات زادگان پامی را طلب کردند.